اونور ای اونور، بگیر پسرم، اینم برک. دست دکتر اونور درد نکنه. برای من که اصلا حواس نمونده. تو بیمارستان دمپاییامو یادم رفته بود. آقا اونورم برام زحمت کشید و آورد. البته بازم ازش خیلی ممنونم. خیلی به زحمت شد. مامان جون، جانم. من یه خواهشی دارم. بعد از این هر وقت به چیزی نیاز داشتین لطفاً به من زنگ بزنین. من سری خودم این میرسونم. نه پسرم، نمیشه. آخه از شرکت میخوای تا اینجا بیای به خاطر یه دمپایی؟ راستش نمیخواستم آقا اونورم به زحمت بیفتن، خودشون خواستن. واسه من که زحمتی نیست سنگل خانم، هر وقت بخواید من در خدمتتون هستم. حالا که اینطوره پس منم براتون برک درست کردم تا بدهکارتون نباشم. بوریکایی که شما درست میکنی خیلی خوشمزه است. نوش جونت. مامان جون، دستپختتون واقعا عالیه، دستتون درد نکنه. ممنون پسرم، خیلی ممنون. خب دیگه من برم، با اجازتون. خوشحال میشیم. به هر حال با اجازتون من دیگه میرم. من همراهیت میکنم. نه تو بشین عزیزم، من همراهیش میکنم. لازم نیست تو بلند بشی. من باهاش میرم تا دم در. خجالتم نمیکشه، میگه من همراهیت میکنم. اونور معلومه داری چی کار میکنی؟ رفتارت واقعا بد بود. رفتار من بد بود؟ آره، در مقابل اون رفتارت خیلی بد بود. میخواستم بدتر از این رفتار کنم، اما حیف که اینجا جاش نبود. چی شده؟ لاله، آرامشتون رو به هم زدم نه؟ داشت بهتون خوش میگذشت. خوشو بش میکردین، گل میگفتین و گل میشرفتین ها؟ من که نفهمیدم تو میخوای چی بگی، منظورت الان چیه؟ بهت میگم. من بهت زنگ زدم و گفتم میخوام بیام پیشه. در ضمن بهت گفتم اگه به چیز نیاز داری برات بیارم، اما بهم گفتی نه وقت ندارم. اما اینجا که میام دیدم با دکترت نشستی و خوشو بش میکنی. تو میخوای چی کار کنی؟ میشه روک و راست بهم بگی؟ چیه؟ İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım.